آیا با ترک کردن پدرت کاری درست کرده ایستاده مرد؟ مادر، اگر ما در این خانه ایستیم پدرم جدی بودن وضعیت رو درک نمی کند. او از ما جدا شده نمی تواند. شما خواطر نشوید. خواهش ما رو اجرا می کند. اگر نکنند چی؟ اگر با اون زن اویله‌دار شوند چی می شود؟ یگان تای ما به این اجازت نمی دهیم دخترم. در روزهای نزدیک به خانه‌تان برمیگردید. البته یک اویله می شوید. بیبی جان، ما کوشش کرده ایستادیم که احوال از اینها بدتر نشود. مقصد ما خانه نیست. یکدیگر را فریب نکنیم. مادر جان، التماس بیاید رفتیم. وقتی که کمال با من اویله دار شدنش را به اویلش میگوید همه زید میبراید. بعدا پدری کمال فهمید که پیش راه پسرش را گرفته نمیتواند راه حل را در عدن پیدا نمود. شخصی که همه از نامش میترسیدند، حسن ایپکچی، با تمام هیبتش به نزد من آمد. با من همه گپ‌ها را گفت، تهدید کرد. باز چی‌هایی که نگفت. در اول طاقت کردم. با او گفتم که ما یکدیگر رو دوست می‌داریم، ما گناه نداریم. اما نفهمید. در آن وقتها تقاید دنیز در فابریکه ایپکچی ها راننده بود. شبانه خانه را پلیس ها غصب کرده تقاید را دستگیر نموده بردند. کسی جنایت کرده است. متاسفانه به گردن او بار کردند. آن وقت همه به این تهمت باور کردند. روز دیگر حسن ایپکچی باز به نزدم آمد. این حالا هیچ است. اگر از اویله دار شوی با فرزندم دست نکشی، از مصیبت های در پیش بوده بی‌ترس گفت. جوان بودم، سخت ترسیدم. بعدن پدرتون با عدن آمد. به او گفتم که با تو اویله دار شده نمیتوانم، اویله هم اجازت نمیدهد. اما باور نکرد، دیوانه شد. چی مگر به تو تهدید کردن گفته، بارها با من سوال داد. یگان چیز نگفتم. من به محبت صاحب شدن نتوانستم. به عشقم صاحب شدن نتوانستم. دروغ گفته ترک کردم. ترسیدم. التماس اینقدر خود را زیر فشار نگذارید. خوش آمدید خانم سوزان. خانم مجیده خوش آمدید. خوشبخت باش. سمکه ها رو به آشانه بالا ببر. خوب شده است. برای چی به مانند بیگانه اینجا ایستاده اید؟ رفتیم. گذاره چی ایستاده اید؟ هنگامی ترک کردن کمال حامله دار بودنم را نمیدانستم. بعد دانستن هم گفته نتوانستم. اگر آدمانی که این را به من روا دیدن در بار شما میدونید چیکار میکردن. شما را میدزدیدند. برای همین نخواستم که نسب پدرتان را گیرید. تا این وقت برای چی به من نگفتید؟ برای چی از من پنهان کردید؟ من خواستم که بگویم، اما پدرت اجازت نداد.
پدرت گفت که تو بیگناه هستی. بگذار که آنها مرا بد بینند. تو میدونستی ها؟ میدونستی. برای همین دوی ما طرفداری پدرت بودی. میدونستم قادر. اکنون تو هم میدونی و از نفرت هایت خود رو خلاص کن. عمرم بیهوده گذشته است. هم دوستانم هم دشمنانم همه به من دروغ گفتند. من اگر در دنیا حتی به مادرم باور کرده نتوانم، در دنیا به کی باور کنم؟ پسرم اینطور نکن قادر. سرده قادر التماس ایست نرو. قادر ایستو. قادر پسرم. قادر پسرم ایستا. پسرم قربانت شوم. پسرم این کارو نکن. ایستا پسرم قربانت شوم. به کجا؟ مرا آرام گذارید. فهمیدید؟ به حالم گذارید. دروغ و نیرنگویتان بس از سیر شدم به دلم زد. خیر پسرم. مادر جان کمی با او وقت دهید. غضبش فرو نشیند. شما خواطر نشوید. آخر این کار با نیکی انجام می‌یابد. آخر این کار خوب نیست دخترم. خوب نیست. بگاه چی خوراک خواهید من میپزم. آیشه رو روان میکنم رفته میارد. در این خانه کالری رو نمیشمارند. چیزی که خواهید میپزم. اینجا مادرتان نیز به پختنم دخالت کرده نمیتواند. خیر چی پزم؟ من به حجره میروم. سرم در کرده استوده است. مایلش همین که خوراک تیار شد خبر میکنم. استراحت کن. بیا رفتیم. اگر خواهی به باغ میرویم. صحبت میکنیم. چی گفتی؟ خواهر جان اینها را از اینجا دفع کنید. دفع کنید. دیگر این آیله نیست. تمام شد. میبخشید بیبی جان. رفتیم. قادر ای قادر ای با مادرت هیچ چیز نگفتی؟ کریم را که من گپ زناندم نگفتی ها؟ التماس نگفتم بگو قربانت شوم. شما هم به من دروغ گفتید تقو. کمال را مادرم ترک کرده است و شما این را میدونستید و سالها به من چیزی نگفتید. سفسطه نگو نابکار. کمال نیلگون را فریب کرده یک جایه شد و بعدم ترک کرده رفت. نیلگون ترک کرده بوده است. این چگونه سخن از کی به تو گفت؟ نمیدانم این افسانه رو کی میبافد. قادر به کجا؟ من حاضر به خانه رفته ایستادم. موضوع کریم را گفتی یا نگفتی؟ به جوابت نگاه کرده به خانه میدرایم. قادر جواب دی آخر. خدایا این بچه به کجا رفته باشد؟ چی کار میکند؟ آخر او نو جراحی شده بود. اوف کاش دهانم را نمیکشودم. کاش یگون چیز نمیگفتم. قادر شما را آزار نمیدهد مادر جان. البته میرنجد. دو وای میکند. ولی باز برمیگردد و شما را سخت به آغوش میگیرد. قادر کمال را تو ترک کرده بودی نیلگون. قادر چه ها میگفت؟ از چشمانش آتش میبر آمد. همش را به من یک به یک نقل بکن. چی گپ است؟ در این خانه چی گپ است؟ گپ زن.